به نام خدا. دوستان سلام. این فایل دوم روابطه. یکی از موضوعات شکست تو روابط اینه که ما به روابط بد قبلی که تو شکست خوردیم فکر میکنیم. خدای بزرگ جان هستی رو طوری برنامه ریزی کرده که به افکارمون پاسخ میده. ولی ما چیکار میکنیم؟ هی به روابط قبلی فکر میکنیم و حرف میزنیم و هرس میخوریم و نمیدونیم اینجوری داریم به خودمون ضربه میزنیم. پس اگه توی روابط بعدی هم شکست خوردیم نباید تعجب کنیم، چون خیلیا حاضر نیستن اون اتفاقات رو فراموش کنن و تعجب میکنن که چرا همیشه از روابطشون ناراضیان. چون خدای بزرگ میگه بنده خوب من، از این روابط دوست داری؟ حاضر نیستی گذشته رو ول کنی؟ اشکال نداره، اینقدر از این احساس روابط بهت میدم تا خسته بشی. چون خدای بزرگ عادل و میگه اگه از این روابط دوست نداشت به شخصیت‌های نگاه میکرد که روابط خوب و عاشقونه دارن، نه اینایی که همش جنگ و دعوا دارن و به هم دیگه میپرن. عزیزان، اگه گذشته خوبی نداشتید دیگه بهش فکر نکنید، تمومش کن بره، همه چی تمام شد. بذار اون شخص هم از زندگیتون بره تا دوباره تو رابطه بعدی ضربه نبینید، چون همه این اتفاقات به خاطر افکار بدمونه. حالا بعضی وقتا رابطه خوب بوده، حالا به هر دلیلی به هم میخوره، اشکال نداره، بازم بهش فکر نکنید و اینجوری فکر کنید که حتما قراره یکی بهتر بیاد توی زندگیمون و به کلی گذشته رو تموم کنید. یه مثال بزنم که متوجه حرفان و کارهای ذهن بشید. دوستان، به خرس قطبی فکر نکنید. تصویر خرس قطبی اومد تو ذهنتون، درسته؟ ولی من گفتم بهش فکر نکنید. دقیقا ذهن متوجه نمیشه که شما چی میخواید یا نمیخواید. اگه درباره چیزی به خوبی یا بدی فکر رو حرف بزنید، تصویرش به ذهن شما میاد و باعث میشه بعد مدتی به صورت فیزیکی توی زندگیمون بیاد. پس مواظب افکارمون باشیم. چه فیلم و آهنگی گوش میدید؟ آهنگای منفی و شکست عشقی، از این آهنگا دوری کنید، چون ذهنیت شما را برای شکست برنامه‌ریزی میکنه. دوستان، فیلمایی که نگاه میکنید هم گلچین کنید. برادرانه ازتون میخوام که فیلم‌های ترکیه‌ای که این شبکه‌های ماهواره پخش میکنن نگاه نکنید. من نمیدونم این چه فرهنگی میخوان جا بزنن که همش به هم دیگه دارن خیانت میکنن و اونایی که خیانت میکنن نقش اول فیلم هستن و خیلی خوب دارن جلوه میدن. آخه این چه فیلمی که پخش میکنن و ما میایم و نگاه میکنیم و خبر نداریم که ذهن ما داره اینجوری برنامه ریزی میشه کاره که اکثرا دارن خیانت میکنن و به هم دیگه داریم شک میکنیم و متاسفانه بعضیا تحت تاثیر این فیلم ها دارن خیانت میکنن و فکر میکنن هیچ کاری نکردن و میگن آره دیگه این زندگی مدرنه، اینجوریه. دوستان، مواظب باشید، این فیلم ها رو نگاه نکنید. فیلم های مزخرف ترکی یا سریالی هندی. فیلمی نگاه کنید که عاشقونه باشه و همه اعضای خانواده به همدیگه احترام میذارن، همدیگه رو دوست دارن، دستی خودمون تو چاه نندازیم. بعضی هم جور دیگه به خودشون ضربه میزنن و خبر ندارن، تو جمع میشینن و شروع میکنن درد و دل کردن و مظلوم نمایی کردن که آره من چقدر بدبختم، به خاطرش همه کار کردم آخرش ولم کرد رفت. اون یکی میگه پس منو بگو، به خاطرش توی روی خانوادم ایستادم آخرش ولم کرد رفت. اون یکی میگه پس منو بگو. آخه این چه کاریه بابا جان؟ مگه مسابقه شکست مظلومیت نماییه؟ همه میخوان خودشونو مظلوم تر جلوه بدن و این که بگن بیشتر در حقشون ظلم شده، ولی نمیدونن با این حرفاشون بیشتر حسشون بد میشه و بدتر اعصابشون به هم میریزه و بیشتر از این دارن به جان هستی ارتعاش منفی میدن و تعجب میکنن که چرا این آدما دارن بهشون آزار میدن یا بهشون خیانت میکنن و ول میکنن و میرن. دوستان، مواظب باشید، الکی درد و دل نکنیم، از چیزهایی که دوست نداریم حرف نزنیم که دقیقاً سرمون میاد. مواظب افکارمون باشیم. مثال خرس قطبی رو بیاد بیارید، دقیقاً همینجوری ذهن با ما عمل میکنه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. امیر قبیشاوی.